دیگه بهتر از این نمیشد و همه چیز دست به دست هم داده تا ما شاهد بازی خوب و تماشاگر پسند از تیم داماش و فولاد نوین باشیم. و توپی که به بیرون میزنه سعید طالبی. یک بار دیگه سعید طالبی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه و توپی که نرسید به سر علیرضا امیرخانی و به بیرون رفت. توپ این بار میرسه به میاد یزدانی. خود میاد یه کنترل توپ قشنگ از میاد و برگشت توپ باز هم از مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. دوباره به چپ میارن، آفساید هم نیست. پژمان نجات صاحب توپ است. خود نجات داخل محوطه جریمه و باز هم با ضربه سر توپ رو دور میکنن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز و توپی که حالا به بیرون میره و پرتاب از کنار دروازه میلاد جعفری باید بازی آغاز بشه. بازیکنان تیم فولاد نوین اهواز حالا در خط حمله این بار یوسف کیشمس. خود کیشمس و از کنار دروازه میلاد پورقلی توپ به بیرون رفت. خطرناک بود این ضربه. محمد سجاد قلی بیگی دوباره برای میاد یزدانی. خود میاد شوت و این بار هم توپ رو در اختیار میگیره میلاد جعفری. یوسف کیشمس میزنه این توپ رو و از کنار دروازه داماش این توپ به بیرون میره. کوتاه کار میکنه این بار طالبی با نجات. حالا محمد سجاد قلی بیگی توپ رو میزنه داخل محوطه جریمه و این توپ که باز هم به بیرون رفت. 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول. بازیکن خوب تیم داماش. ضربه‌ای که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. فرصت برای داماش گیلان و چه توپی و توپ توی دروازه، اما قبلش خطا روی میلاد جعفری گرفته میشه. باز هم از همون سمت چپ میرن حمله رو تدارک میرن بازیکن تیم داماش روی دروازه تیم فولاد نوین اهواز. کاپیتان طالبی داخل محوطه جریمه و گل برای داماش گیلان. داماش 1 فولاد نوین اهواز 0. چه گلی رو میزنه محمد سجاد قلی بیگی و این هم خوشحالی هواداران تیم داماش در آغازین دقایق بازی در نیمه دوم. ببینید این توپی که فرستاده شد و ضربه سری که زد محمد سجاد قلی بیگی و یک لحظه هوادارای تیم داماش به هوا پریدن. این هوادارای خونگرمی که مزد زحماتشون رو گرفتن تا اینجای کار تیم خودشون رو تشویق کردن و تیمشون به گل رسید. آرامو قرار ندارن. عرض کردم خدمت شما این هم یک نمای زیبا. بازیکنان تیم داماش گیلان. سیدعلی یحیی زاده. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و چه شوتی رو زد میاد یزدانی و دیرک دروازه مانع گلزنی میاد شد. روی نقاط قوت و ضعف تیم مقابل کار کنن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ. فرصت هست برای داماشی ها و گل دوم اینجا گل دوم رو به ثمر میرسونه. میاد یزدانی کجا میره و دیگه از دید دوربینای ما هم خارج میشه. در دقیقه 62 این گل این گونه به ثمر رسید و چقدر هم زیبا توپی که فرستاده شد و میاد یزدانی دروازه تیم فولاد نوین اهواز رو باز کرد. نباید از کار خوب علیرضا امیرخانی هم عبور کنیم. سعید طالبی. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش مصطفایی. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و باز هم از این موقعیت نتونستن استفاده کنن. دوباره پژمان نجات صاحب توپ داخل محوطه جریمه. این بار توپ رو در اختیار میگیره میلاد جعفری. محمد معاوی رو میبینم در کنار زمین با محمد رؤوف غلامی. دو بازیکنی که قراره برای تیم فولاد نوین به زمین بیان. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان. باز هم از سمت چپ میاد یزدانی. خود میاد و توپی که باز هم برگشت میدن مدافعان تیم فولاد نوین اهواز. آقای پیام حیدری که حالا این کار رو انجام میده. برتری 2-0 تیم داماش گیلان در خانه مقابل تیم فولاد نوین اهواز.